سلام، من رامونم. حالتون چطوره برابر؟ ارادتمند شما جایی هستم. در خدمت شما. حالتون چطوره برابر؟ امروز اومده با یه برنامه. نگاه امروز بذار اصلا نگاه از اول برنامه همیه اومدم با دارک ترین ویدیوهایی که آپلود شده توی مملکت. نگاه امروز یه سری آوردم که یه سری برداری ببرید، یعنی بگی داشته باشم تو گوشید اینجوریه. خب بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مستقیما بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بیا یه بوس بده. تجاوز. بگم باباشه. باباشه. مردم از کی تا لب باباشون لب میزنن؟ گفتم که امروز ویدیو داریم که جو بمونه. واقعا نگاه امروز اینجوری هست، کلا امروز اینجوری هست. ایشون مثل که آمپول زن محلشون. چرا اینقدر کونیشو پتی کرده؟ دیگه تو از آمپول زن ببین که اون پتی قشنگ زد دوفونیش کن. ایشون فقط میخواد باید بذار نوردین آروم بزن. خانم ساق میگه نه شما خیلی خانم ساق بود. اون خانم ساق بود نه شما. خیلی چرم ترسناکی بود واقعا. کونه طرف سوزوندن. خانم ساق بود نه شما. مشکل اینجاست که ما هنوز نحوه صحیح دستشویی کردن رو بلد نیستیم. اگر بگم نصف سکته ها و مرگ ها در دستشویی و یا بعد اون اتفاق افتاده یعنی واقعا شما اقرار الان نکردم. توی سن هنگامی که ندید سرتون بیرینی وارد میشینید فشار بالای خودتون نیارید. آقا زور نزنید، باعث بیماری های قلبی و باعث سکته مغزی میشه، مخصوصا در سالمندان. نکته دیگه ای که خیلی از افراد رعایت نمی‌کنن طهارت با آب گرم و زور زدن باعث بواسیر یا همون هموروئید میشه. راستی استفاده از دستشویی ایرانی از یک سنین به بعد واقعا سمه. از طرفی دستشویی فرنگی دفع کامل رخ نمیده. پس چیکار کنیم؟ از دستشویی فرنگی استفاده کنید و یک میز یا صندلی زیر پای خودتون قرار بدید تا اون زاویه 30 درجه تشکیل بشه و دفع کامل رخ بده. مراقب خودتون باشید. مثلا طرف داره میرینه تو خودش نمیچشه به خودش، باید اول زاویه 30 درجه رو تنظیم کنی بعد بشینه. 30 درجه یه نقاله هم کمره خورده من. یه ویدیو باز مانده چهارشنبه سوری. یا دیگه من 16 سالمه. امروز اومدم کلینیک مرسا دستیسی فیلر دانش آموزی زدم. به نظرتون پلنگ شدم یا بازم بیام بزنم؟ نظر بدید تو کامنت ها. جدا از این که 16 سالش بود می فیلرش دانش آموزی ما داریم. ما خیلی از دنیا عقب موندیم. 16 سیسی یا خدا. سلام علیکم برای آموزش دفاع شخصی با دای میلی. دفاع شخصی حریف گرم رو گرفته. برو پایین. حریف از همینجا قلقم میکنه. حرکت بعدی. حریف با مشت رو قلقم میشه. یه کانسپت. این پایین سر حریف رو خیلی راحت. حرکت بعدی با لگت حمله میکنه حریف. پای حریف رو میگیری. یه قدم جلو. میندازی بالا. برو بابا. اصلا من هر نگاه کلا من حرفی ندارم. به جان خودم اگه بخواست نقشم باز کنم میتونیم بلرزم. پس بیا باور کنیم باور. این میدونی یه روشیه از طریق روحی ارضا میشن. بذار اینا میشی یا نه؟ نمیشه. الو سلام عزیزم، کجایی؟ سلام عزیزم، من امام خمینی ام. ایوا آقای خمینی شمایی؟ ببخشید اشتباه گرفتم، با همسرم کار داشتم. کاملا
کار درست. به نظر من کاملا کار درست کردی. من چرا عقب بودم؟ خیلی کاملا اقرار نگاه قربونه. تا همین اصلا همین کار زیر ویدیو نوشته بود میگفت کاش با دندون میرفت خودت. من چی میگم؟ اگه به جون و زندگی عاشق علاقه‌مندی ما رو با رقص و آواز خودت سرگرم میکنی. فهمیدی؟ این مهدی این سفر کپیت نباید برقصی کف عروسی داره بود بستن به چوب. سکانس فیلم شعله رو ای بنازم ببخشید چی میگم؟ تا زمانی که پاهای تو قدرت حرکت دارم اونم نفس میکشه. کف عروسی ها کف حرکت وایستم تو پنجمونم شلیک میکنه. بس ببینیم اینم میرفته. دختر شعله بود اسمش؟ من ندیدم. رو شیشه میرفت؟ نه این سکانسشو دیدم ولی اسمشو نمیدونست. دختر شعله بود فکر کنم. آها اونام در دستش تا یه محدوده بالاتر نمیاد. عشقشون که بستن به چوب بدبخت عشقش هستش هم شما. آقا من درخواست کاملش میذارم تلگرام بیایم ببینید بقیه شو. فرصت برای کریس رونالدو توی دروازه. زهر مار بریم خجالت از سنت بگیر. فنش بوده احترام بود. سنش رفته بالا دلیل نمیشه که دارک نباشه. که اسب حیوان نجیبیه شتر حیوان کثیفیه. دختر خودشو داره میمالونه به این بی زبونه. گاگو من بره کن بیناموز. من کار مادر دارم خودم. آره بس چرا صورت طرف تو ممه زد؟ چو یه آدم ظاهرا موفق پیدا کردم. بریم ببینیم رازش چیه. آقا سلام هست شد. ارادت وقتتون بخیر. ببخشید مزاحم شدم. راز موفقیت شما چیه قربان؟ ببینید شغلی که من دارم تنها کاریه که تو ایران میتونی یک ساله ازش همچین ماشینی بکشی. خب یعنی چه شغلی داری شما؟ ببینید کار من در واقع واسطه‌گری بین زوجهای نامحرم هستش. خب میشه دقیق‌تر اشاره کنی؟ خیلی دقیق بخوام بهتون میگم من کاملا درست بود. من حتی وسط ویدیو قسم بگم گفتم شما باید کشی بکنی تا جون. واسطه گری بین قشنگ گفت. دختر پسرای نامحرم برای خودش درست کرده دیگه بیزینسشه. علی کمربند ندارم. علی به خدا کمربند. علی گوشیم خدا اسم این مامایی که یا بود فراموش کرده بود. رقیه بی خاطره بدبخت اسم همه رو Okay, you're animal. یه مغازه‌دار رفته اجارهش. You're animal. Mother gender. Don't I touch told me. you. Don't touch me. I told Don't you. touch me. No, you told I wanted to bring citizen notice. You told me I mean no. Come here. I give you check. Okay, yeah, I give you check. Okay, give me that now. Bank is closed. Bank is closed. Bank is closed. Okay, wait 5 minutes. Hey, give me my rent. Okay, wait 5 minutes.
Wait 5 minutes, okay, Arif. Okay, come. Come. Gishara. Come, okay, come, I'm gonna give it. Come. Come. Stop now, bisiklet nigo. Come. Hamid, come. Okay, come. Okay, come. Okay, come. Come. Okay. Okay, relax. Do you want water? No, give me check relax. بانک کلوز نه میگه بانکیز کلوز. پدران و مادران عزیز، مخصوصا مادرای عزیز، بیایید کلا این قضیه رو با هم دیگه حل و فصلش کنیم. این چیه؟ پروتئین. پروتئین چیه؟ پنیر رو میارن، خرد میکنن، پودر میکنن، میریزن توش. کاری که از اول شما نمی‌کردیم. هیچ ضرری نداره، هیچ مشکلی نداره. بس دیگه خستمون کردیم. نفهمیدی؟ گویی پروتئینه. دیدی پدر مادر رو میگن چرا آشغال میخوری؟ گویی پنیر رو میارن، خرد میکنن، پودر میکنن، میریزن توش. بعد رفت یه سکانس دیگه گفت همون کاری که شما نباید میکردین. یعنی چه ریختی توش؟ ولی دافی خوبی بود. دافی وطنی خوبی بود خداییش. وطنی بیرون بود. باید بیرون باشه مطمئنا. همین چیزی نمیتونه داخلی مونده باشه. چرا بابا ما دختر خوشگل کم ندادیم. ایشون زیبا. ازدواج چهارمه، میخوام یه تغییر اساسی بدم. این همین هستش که آدم‌ها رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه. به یه موجود دیگه تبدیلش میکنه. متدای جدید آورده. این حرکت مومیایی رو این جدید بود. این دوتا لیو چی بود؟ ای مانیکور هم داره. این هم جدیده. این اصلا یکی دیگه هم نشون به نظر. این اون نیست. این اون نیست زدی. این امکان نداره او باشه. این او بود. مطمئنم اون نبود. این نونو اون به قولن اون نونو نب. از دختر و گنده تر بگه کنم به اینا میگن سرابی. ای وای میخواه بزنه. این قشنگ توانایی زدن رو داره. ای وای چقدر گنده است این. ای وای بکنم سگ خودش یا دامپزشکشه. چقدر دوستش داره. چقدر دوستش داره. خیلی خوش داره. دختر بری کرده. چقدر سنگین میدوه. ببین وزنش چقدر بالا. خیلی سنگین. قشنگ بود ولی اگه یه پارس میکرد میریدم من اونجا به خودم. خب بچه‌ها خوشحالم که تا اینجا ویدیو همراهی ما بودی. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کامنت هم یادتون نره.